هر کسی از ادب محروم مانده است، از جمله نیکی ها محروم مانده است. خداوند به ظالم مهلت می دهد اما فراموشش نمی کند. خواهی که عیبت پوشیده و تنت سلامت باشد، کم بگو بسیار شنو. عقل نیز مثل زمین است، آن را کشت می باید. فکر خوب، سخن خوب و عمل خوب نشانه خوبی انسان است. در دنیا یگان عقل به وجود عقل دیگر به وجود نمی آید. کتاب غذای عقل است. دو چیز عقل و تدبیر را باطل می کند: سراسیمه شدن و چیزی نبوده را خواستن. با علم دیگران صاحب علم می شویم، اما با عقل خود صاحب عمل.